اگر من در یک گفتگو با شما ستاره شهیر شرق نظرتون رو درباره داغ‌ترین مسئله روز ایران بپرسم، شما چه پاسخی به من میدید؟ اتم از همه چیز داغه. برای اینکه این بمب منفجر میشه همه آدمی از خودش منفجر میکنه، میکشه. و این اگر که این بمب اتمی اسرائیل بخوره، اسرائیل چون ما با اون مخالفت میکنیم و دشمن هستیم، اون اشکال نداره. ولی اگر اسلام باشه، اسلام نباید بخوره و ما با اون مخالفیم. ولی ما این چیزی که دکتر همینی که رفت پاریس اون گفته یه چیزای درازیه که توی اون چیزی میریزن، اون که شیمیاییه، اون میریزن، این چرخ میخوره، تاپ میخوره، بعد غنی سازی میکنه. غنی سازی یعنی این که بهش چه چیز میده که این میچرخه، از خودش یه چیزی درست میکنه که توی کتاب شیمی نوشته. بعد اون میریزن توی کلاهچ یک چیز کوچولویی که سر بمبه. بعد اون فشار میدن، شهاب 3 پرت میشه، میخوره اونجا، پدرشی در میاره. بعد به من میگن اون شما نداشته باش، بدیم به اسرائیل. چرا اسرائیل داشته باشه من نداشته باشم؟ شما فکر میکنید ایران میتونه واقعا موشک اتمی درست بکنه؟ من فکر میکنم که همه چیز ما میتونیم درست کنیم. یعنی هر چیزی که برای خراب کار باشه من خودم درست میکنم. یعنی اگر قرار باشه ما چه فرق میکنه چه آدم، اگر چه دانشمندان زیاد ما داریم الان، مثل آقای عباسی در تهران که این دکترین درست میکنه. دکترین از بمب اتم هم سخت تره. یه شرکتی که مال این رئیسشه که اسمشم من نمیتونم درست بگم، ببین چقدر سخته. و اینا همه چیز درست میکنن، یخچال، شهاب 3، بمب اتم، کلاهچ هسته‌ای، حتی اونی که میبرن تعمیرگاه، نه اورانیوم درست میکنن. ولی با این محدودیت هایی که اروپا و آمریکا تعیین کردند از جمله غلط کردن اروپا و آمریکا. ولی خب حالا که به هر حال ایران هم توافق کرده. ایران توافق کرده که خب ما یه چیزی گفتیم، ولی حالا باید خودمون بیشتر فکر کنیم و اونطوری چه یه چیزی گفتیم یعنی اونو قبول کنیم. یعنی ممکنه شما دوباره به نظرتون عوض شه؟ من که نظر ندارم، ولی خب عوض میشه. بعد اون وقت در این صورت نگران عواقبش نیستید؟ عواقب چی؟ عواقب ساختن بمب اتم؟ نه، اون ساختن بمب اتم یعنی این که عملیات میکنیم، عواقب نمیکنه. خب گفتن این پرونده ایران در این صورت به شورای امنیت ارجاع میشه. پرونده رو پاره میکنیم میندازیم دو چه پرونده چی؟ پرونده اگر باشه، ببین پرونده من چند بار گفتم، راجع به حقوق بشر گفتم، راجع به اتمو گفتم، پرونده یه چیز کوچیکیه، یه نفر میفرستی پرونده رو ور میداره، پرونده رو ورداره، اینو چیزی میخواد ببره شورای امنیت، پرونده رو ور میداره، کار نداره چه. این همه نیروهای طرفدار ایران جمهوری اسلامی هست که در مراکش، در سودان، در همون مراکش، در کشورهای آفریقایی مثل مراکش و در کشورهای اسلامی مثل مراکش طرفداران ایران هستن که این بهش میگیم میری اونجا، میگیم تو غیرت داری، میگه آره، بعد میگیم برو، پرونده رو ور میداره، میدزده میاره، کار نداره. برای اسلام میره پرونده رو ور میداره. بنابراین هیچ وحشتی هم شما از طرح پرونده ایران به این ترتیب ندارید؟ نه، پرونده رو ورداره چی رو میخواد طرح کنه؟ همش هم یادش میره، پرونده رو ور میداره، اونام یادش میره، دیگه نمیتونه طرح کنه. این رو کشورهای اروپایی میدونن؟ کشورهای اروپایی نمیدونن، نه فکر نمیکنم، مگر این که این حرف ما رو گوش کرده باشن که شما اگر یه کار کنی که این برنامه ترجمه انگلیسی نکنن اونا نمیفهمن. خب این برنامه داره زنده پخش میشه و اونها مترجم دارن. پس میخوای من اینا رو ترکی میگم، اونا نفهمه، دیگه پخش بشه، اون وقت دیگه خطر نداره، اونا نمیفهمن پرونده رو برداشته.